دیر رسیدین، از پلات دو تا یکی میدویم میایم بالا. این برای خیلی آرزوه، همه نمیتونن این کارو بکنن. برای خیلی ها این آرزوه. میبینی که دیر شده، 2 طبقه رو بدارم بالا، 3 تا یکی میدویم میریم بالا. این شگفت انگیزه این کار. اینو توی محدوده سنی میشه انجام داد، بعد دیگه نمیشه، آرزو میشه دیگه نمیتونی اون کارو انجام بدی. طرف ریه‌اش آب آورده نمیتونه نفس بکشه، نشسته میخوابه، 6 ماه نشسته میخوابه، میگه من همه زندگیمو میدم بتونم 1 دقیقه مثل تو دراز بکشم. برو فقط سجده شکر کن که میتونی دراز بکشی بخوابی. دراز بکشه خفه میشه، نمیتونه دراز بکشه. خیلی از ماها قبل از مرگمون اصلا نمیدونیم ماجرا چی. باورتون میشه که بیش از 99% آدم ها رو اگه ازش سوال کنیم بگیم تو قبل از مردنت از هستی چی میخوای؟ نمیدونه. تو هنوز که زیر خاک نرفتی داری نفس میکشی، تو واقعا از زندگی، از هستی چی میخوای قبل از مردنت؟ اصلا داری چی کار میکنی الان؟ کجای زندگیت وایسادی الان؟ میدونی؟ نمیدونن اغلب آدما. نمیدونه داره چی کار میکنه، نمیدونه قراره چی کار بکنه بعدن، اصلا نمیدونه دنبال چی میگرده، اصلا نمیدونه واقعا چی میخواد قبل از مردنش. نمیدونه. چیزی نیست که شما به من پاسخ بدین، هر کی باید بره خودش به خودش پاسخ بده.